پیام مهریار مهرآفرین، بنیادگر جهان مهرآفرین، به مهرپاس 3 شهریور ماه برابر با 24 آگوست روز جهانی مهرآفرینی. مهرپویان، مهرجویان، آریا زنان، آریا مردان، تاجیکیان، ایران منش، هر کجای این پرهون خاک هستید، درود مهرآفرین ارزانیتان. امید دارم آفتاب مهر و خرد بر بام دلها و اندیشه هایتان بتابد. در آغاز سپاسمندم از مهرکاری مهرجویان جهان مهرآفرین در سالهای گذشته که روز زادروز مهرآفرین را روز مهرآفرینی نام نهادند و امروز این روز با مهرکاری مهرجویان ایران بزرگ و مهرجویان تاجیکستان ورجاوند در رصدخانه دلها و در دفتر رای و خرد شما بنداد و بایگان گردیده است. ویژه پیام مهرآفرین در این روز بزرگ چیست؟ آیا این روز یعنی روز مهرآفرینی در جهان مهرآفرین آبستن است از نادیده ها و ناگفته ها و ناشنیدنی هایی که تنها رهاورد مهرآفرینی است؟ بیگمان مهرآفرینی پیرو هیچ مرام و مسلک و دسته و مذهب و حزبی نبوده و نخواهد بود، بلکه مهرآفرینی نیمه دوم عمر این جهان است. زندگی دوم خاک و زمین و زمان با سرانگشتان مهرپرور مهرآفرینی برگ می‌خورد. مهرآفرینی 70 مهرگام دارد، 70 خوان، 70 مرتبت، 70 پله، تا یک مهرپو و سپس مهرجو بتواند به پرنیخ فرازنای 70مین پله که مهرآفرین شدن هست برسد. شاید برخی ها نامشان مهرآفرین باشد، نام خانوادگیشان، اما مهرآفرینی فروزه هست. مهرآفرینی دستاورد هست، نه نام خشک و تهی. پس ما امسال در روز مهرآفرینی نخستین مهرایش مهرآفرینی را می آغازیم تا شما بدانید مهرآفرینی چه خویشکاری دارد. یکی از مهرگامان از 70 مهرخوان مهرآفرینی مهرتنی است. مهرتنی یعنی چی؟ در جهان مهرآفرین به تن و پیکر، اندام یا جسم بسیار بها داده می شود. در سرزمین آریایان فارسی زبان، به ویژه ایران امروز، شوربختانه به شوند نبودن فرهنگ مهرآفرینی و ندانستن فرزان و فلسفی مهرتنی، بسیاری از جوانان در چنگال مواد مخدر و نوشابه‌های الکلی ویرانگر اسیرند. نخستین گامان در آغاز روز جهانی مهرآفرین این است که جوانان ما به دود و دم از هر گونه، آن نه تنها در شعار و گفتار بلکه در کردار، نه بگویند. گرچه آسان نیست، اما میتوان تا بیکران آرمان پرواز کرد، میتوان دروازه های آرزو را باز کرد. با همین افکار ویرانساز انسان نوین، با همین ابزار ویرانساز انسان نوین، با همین انرژی که برای ویرانی و ویران کردن خویشتن خویش به کار برده، با همین نیرو میتوان سازندگی و خویش پروری کرد. در بینش مهرآفرینی اندیشه، دل و جان و روان به مانند مروارید و زر ناب هستند. این اخشیج‌ها، این عنصرهای گرانبها در کجا نگهداری میشوند؟ در گنجه‌ای به نام تن، در گنجه‌ای، در بانکی، در پادگانی به نام پیکر، به نام تن یا جسم مردمی. اگر تن و پیکر مردمی به مانند یک گاو صندوق پولادین نفوذ ناپذیر نباشد، اگر به مانند یک بانک شرایط امنیتی نداشته باشد، اگر به مانند یک پادگان دژبان و پاسبان نداشته باشد، اگر به مانند یک خانه بی در و پیکر باشد، هر دم و هر لحظه سرمایه مردمی، سرمایه شخص، یعنی گنجینه دل و جان و اندیشه و روان به یغما می روند. پس برای داشتن اندیشه نیک، برای داشتن دلی مهربان و شیردلی و دلاوری، برای داشتن روانی آرام و برای داشتن جانی جانبخش، باید پیکر و تنی سالم و توانمند و نیالوده داشت. در مهرگامان مهرآفرینی برای رسیدن به مهرتنی همه باید ورزش کنند، حتی کسانی که چنگلوک یا معلولیت جسمی دارند. ورزش تنها دژبان، تنها پادگان و امنیت مردمی است که میتواند دل و جان و اندیشه و روان را پاس بدارد. پس از امروز به نام مهرآفرینی به مهرتنی بیاغازید و از اهرمن‌های دود و دم و نوشابه‌های جگرسوز بهراسید و همه آنها نه بگویید، چرا که اهرمن دود و دم نهان و نهاد تو را تیره می‌کند.
چرا که مواد مخدر و نوشابه‌های غیر استاندارد امروزی که فراوانتر از آب خوردن هستند برای سودآوری مشتی دلال در دسترسند، اینها همان انگره مینو هستند که دژ و دژبان سپنتای مینوی همانا پیکر و تن را می شکنند تا از تو فردی معتاد و ناآرام و ترسو و بزدل و دروغگو بسازند. این را بدان، هیچ دولتی، هیچ رژیمی که در آینده سر کار براید به معتاد و قربانیان نمیتواند کمک کند. تو خودت دولتی، تو خودت سوشیانتی و تو خودت رهاننده و نجات دهنده خود هستی، آن هم به فر مهرآفرینی که توانمند کردن خویشتن است. تنها پادگانی که میتواند دشمن اعتیاد را شکست دهد مهرتنی است. مهرتنی هم با ورزش کردن آغاز می شود. به ورزش گرای و جوانمرد باش. به ورزش گرای و جوانمرد باش. تو خود درد و درمان هر درد باش. مهرمندتان مهریار مهرآفرین امریکا، شهریور ماه 8578 کیانی برابر با 2019 در سایه.